با یک گزارش خبری دیگر از صدای کابل خوش آمدید. سرخط خبر: آغاز پروژه ساخت سرک نقاش الی شهرک امید سبز در ناحیه 13 کابل. بر اساس لایحه رسمی ریاست ناحیه 13 شهرداری کابل، کاری عملی پروژه سرکسازی در مسیر نقاش الی شهرک امید سبز از تاریخ 11/5/1404 الی 22/5/1404 آغاز گردیده است. این پروژه بخشی از برنامه‌های انکشافی شهری بوده که با هدف بهبود شبکه ترانسپورت شهری، تسهیل رفت و آمد شهروندان و افزایش دسترسی به مناطق مسکونی در غرب کابل راه اندازی شده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی ناحیه 13، شهروندانی که در مسیر این پروژه دارای منازل یا ساخت و سازهای غیرقانونی و فاقد اسناد رسمی هستند، مکلفند تا قبل از پایان تاریخ تعیین شده املاکشان را تخلیه و موانع را از مسیر این پروژه بردارند. شهرداری کابل هشدار داده که پس از سپری شدن مهلتی تعیین شده، روند برداشت پلان شده موانع و تخریب عمومی جایدادهای موجود در مسیر توسط تیم‌های مربوطه آغاز خواهد شد. سرک نقاش الی شهرک حاجی نبی یکی از راه‌های مهم و پرتردد در غرب کابل به شمار می رود که سالها به دلیل نبود سرک معیاری ساکنین این مناطق با مشکلات جدی چون گلزار بودن مسیر، گرد و غبار، کندی ترانسپورت و دشواری در رفت و آمد مواجه بودند. شماری از باشندگان شهر حاجی نبی با استقبال از آغاز این پروژه آن را گامی مثبت در جهت توسعه توازن شهری و پاسخگویی به نیازهای شهروندان دانستند و گفته یکی از ساکنان محل: ما سالها با مشکلات جدی ترانسپورتی درگیر بودیم. امیدوارم این سرک واقعا عملی و معیاری ساخته شود، نه نیمه کاره بماند مانند برخی پروژه های گذشته. پروژه سرک نقاش الی شهرک حاجی نبی یکی از نیازهای اساسی مناطق غرب کابل بوده و تحقق آن نه تنها زندگی روزمره مردم را آسان‌تر می‌سازد، بلکه نشانه از آغاز توجه شهرداری و مناطق حاشیه‌ای و پرجمعیت پایتخت است. با ما همراه باشید برای پیگیری بیشتر این پروژه و نظارت پرتطبیق آن از نزدیک. صدای کابل صدای مردم است.